این مرد با این دستگاه سالی 3 میلیون دلار درآمد دارد. اسمش دستگاه اسلیپ فرم بتون است. درون قیف بالای آن بتون خیس می‌ریزند و دستگاه می‌تواند به صورت 24 ساعت دیوار بسازد. برای مقایسه، یک کارگر ماهر در روز حدود 90 فوت دیوار می‌سازد. اما این دستگاه در همان زمان می‌تواند بیش از 2500 فوت دیوار تولید کند. به همین دلیل است که صاحبش میلیون‌ها دلار در سال درآمد دارد. اما چطور کار می‌کند؟ در پایین دستگاه قالب مخصوصی به نام اسلیپ فرم وجود دارد. وقتی کارگران به طور مداوم بتون را به دستگاه می‌ریزند، ماشین به آرامی به جلو حرکت می‌کند و در حین فشرده‌سازی بتون را شکل می‌دهد و حباب‌های هوا را از بین می‌برد. از جدول‌های کنار جاده گرفته تا کانال‌های آب و موانع بتونی، این دستگاه می‌تواند همه را در یک مرحله بسازد. البته بی عیب هم نیست. قیمت آن بیش از 300,000 دلار است و نیاز به ترکیب بتونی کاملا دقیق دارد. اگر بتون خیلی سفت یا خیلی شل باشد، سازه فرو می‌ریزد.